با سلام، هوشمند هستم، مدرس برق خودرو درجه 2 و 1 و به حساب معرفی دوره‌شو در خدمت شما هستم. تو قسمت برق خودروی درجه 2 ما بیشتر اصول کلی برق خودرو رو با هم دیگه بحث می‌کنیم. اصول کلی مثل استارت، دینام، سیمکشی ماشین، انواع نقشه‌خوانیات، اصول بستن رله، سوئیچ مخفی و خیلی مباحث دیگه که به حساب پایه برق خودرو میشه. یعنی شما باید حتما برای اینکه وارد این رشته بشین برق خودرو رو از درجه 2 شروع کنین، به خاطر اینکه ذهنتون آمادگی داشته باشه که بتونید مطالب پیشرفته‌تری که توی یک گفته میشه رو درک کنید. مباحث به صورت کامل گفته میشه و سعی میکنم اینجا با مثال‌های متعددی که براتون میزنم ذهنتون رو در رابطه با برق خودرو باز کنم. من همه تلاش خودم رو برای شما میکنم به شرطی که شما هم تلاش خودتون رو انجام بدید. توی مبحث برق خودرو با توجه به اینکه این همه ماشین توی به حساب خیابونا داره حرکت میکنه و جنس بعد قطعاتی که توی ماشین استفاده شده، مسلماً کار ما خیلی کار خوبی میشه و درآمد خوبی خواهد داشت، به شرطی که تجربه و علم کافی داشته باشین. دیگه از اون داستان سنتی و تجربه و برم شاگردی گذشته. باید حتما علم کار رو داشته باشین، متوجه بشین دارین چی کار میکنین، با علم برین سراغ کار تا بتونین پیشرفت کنین. بله یه مقدار طول میکشه، پله پله باید پیشرفت کنین، اما خب وقتی رسیدین تو زمان خیلی کم به اون نقطه‌ای که بقیه برای شاگردی کردن میرسن خواهید رسید. اما تو برق خودرو درجه 1 ما اومدیم اضافه تر برای شما کار کردیم، تعمیرات ECU رو هم گنجوندیم. یعنی بحث تعمیرات ECU تو قسمت برق خودرو درجه 1 که ما به صورت کاملا حرفه‌ای گنجونده شده و مطلب مربوط به حساب آموزش ضبط و باند و دزدگیر و شبکه‌های مالتیپلکس خودرو. شبکه‌های مالتیپلکس خودروهای مثل 206 رانا، دنا و مثل اینا که سیستماشون کامپیوتری شده. یعنی عملاً شما تو برق خودرو درجه 2 به تنهایی اگر شرکت کنین، عملاً ماشین 206 بیاد کار زیادی براش نمیتونی انجام بدی، چون از نظر اصول برقی 180 درجه و بقیه متفاوته. و بقیه ماشین‌های مالتیپلکس که دیگه اکثر ماشین‌های جدید شدن شبکه‌های مالتیپلکس که باید با انواع شبکه‌ها آشنا بشین، یاد بگیرین، نقشه‌هاشون رو بخونین و ارزیابی‌ها و پیکربندی‌هاشون که ما تو برق درجه 1 سعی می‌کنیم اینا رو به شما به صورت کامل آموزش بدیم که بتونین با دوره شاگردی خیلی کوتاه ان شاءالله مغازه خودتون رو بزنین و به درآمد خوبی برسین. ان شاءالله موفق باشین. خدا نگهدارتون باشه.